پرونده امروز یه ذره اسپوکی شروع میشه، ولی خب یه روز سرد زمستونی سال 1957 یه مرد تصمیم میگیره بره توی جنگل تا به تله‌های خرگوش که توی اون جنگل گذاشته بوده سر بزنه، تا اینکه یه جعبه میبینه وسط جنگل. جعبه‌ای که اونقدر هم کوچیک به نظر نمی اومده. وقتی میاد این جعبه رو باز کنه تا ببینه توش چیه، همونجا خشکش میزنه. توی اون جعبه یه جسد میبینه، جسد یه پسر بچه. این مرد وقتی میبینه که الان شاهد چه چیزی بود توی جعبه، سریع از اون منطقه جنگلی فرار میکنه و تصمیمی هم نداشت که به پلیس زنگ بزنه، چون تله‌های خرگوش که توی جنگل گذاشته بود غیرقانونی بودن و اگه قرار بود پلیس از قضیه تله‌هاش با خبر بشه قطعاً براش دردسر میشد. و جدا از اون فکر کن مثلا زنگ بزنی پلیس بگی که من جسد الان یه پسر بچه رو پیدا کردم ولی خودم هیچ ربطی به این قضیه ندارم و خب پلیس هم قرار نبوده که بگه اوکی مرسی که خبر دادین اینا. نه، خیلی قرار بوده گنده بشه مسئله و شاید خود مرده رو به عنوان قاتل بگیرن. ولی خب anyway، ولی چند روز بعد تو 25 فوریه 1957 یه دانشجو که داشته از منطقه آسفالتی اون جنگل رد می شده با ماشین یه خرگوش میبینه وسط خیابون و براش جالبه که این خرگوش وسط جاده چیکار میکنه و اون خرگوشو میره دنبالش تا فرار کنه و از وسط جاده بره کنار. و وقتی اون خرگوش رو دنبال میکنه تا ببینه کجا رفت، با همون جعبه مواجه میشه. ولی خب این سری این دانشجو پلیس رو در جریان این جعبه میذاره. موقعیت مکانی این جعبه تو ساسکوانا، محله فاکس چیس تو فیلادلفیا پنسیلوانیا بوده. و پلیس وقتی میاد سر صحنه پر از علامت سوال بوده. اینکه این جعبه این وسط چی کار میکنه و چه بلایی سر اون پسر بچه توی جعبه اومده. روی بدن این پسر بچه که پلیس همونجا تشخیص میده سن بدنیش ممکنه 4-5 سال باشه، یه سری ضرب و شتم و زخمای زیادی میبینه که نمیشد فهمید این زخما از روی بازی یا میدونی بازیگوشی بچگونه ایجاد شدن یا یه ضرب و شتم جدی که باعث مرگش شده. ولی خب بعد از یه ذره بیشتر نگاه کردن به زخما و کبودیای روی بدنش متوجه میشه که همه این زخما در نهایت بعضیاشون باعث مرگش شده. روی تموم جای بدن این پسر بچه جای کبودی، زخم و نشونه های از سوء تغذیه بود و روی چونش یه زخمی شبیه ال بود و یه سری از این زخما روی بدنش میشد گفت که جای جراحیه، مثل زخمای ناحیه مچ پاش، کشاله های رونش و همون زخم ال شیپ چونش. و یه چیز عجیبی که راجع به این موقعیت این جسد بود این بود که بعد از مرگ اون پسر بچه ظاهرش مرتب و آراسته شده بود و ناخوناش کوتاه شده بود، موهاش هرکات شده بود و انقدر این قضیه کوتاه شدن موش جدی بود، یعنی تازه بود، که یه سری گوله های مو هنوز به بدنش و پتویی که تو پتو پیچیده شده بود این پسر بچه و یه سری خورده مو که معلوم بود همونجا وقتی این پسر بچه مرده این قضیه اتفاق افتاده و این گوله های مو به اون پتو و خود بدن این پسر بچه چسبیده بود. جسد این پسر بچه به صورت برهنه توی یه پتو پیچیده شده بود و توی یه جعبه که این جعبه مال برند گهواره از جی.سی. پنی بوده. پلیس از فرداش رسما این پرونده رو شروع میکنه و اولین کاری که میکنه اینه که اثر انگشت این پسر بچه رو میگیره و خیلی امیدوار بوده که با گرفتن اثر انگشتش هویتش پیدا بشه و خانواده‌اش هم پیدا بشن و حتی خانواده‌اش پیگیرش باشن و فقط نگران این بودن که چجوری به خانواده‌اش بگن که مثلا خدا صبر بهتون بده. فقط نگران این قضیه بودن. ولی خب قرار بوده بیشتر از نیم قرن این جسد ناشناس بمونه.
روزنامه فیلادلفیا 400,000 پوستر با عکس این پسر بچه منتشر میکنه و این 400,000 تا پوستر رو هر ماه با قبض گاز مردم براشون صادر میکرد تا مگر مردم بتونن شناساییش کنن. و تنها چیزی که به ذهن اون پلیسا اون سال 1957 میرسه اینه که بیان، چون بعد از انتشار این 400,000 تا پوستر به همراه قبض مردم بازم کسی نیومد پا پیش بذاره و چیز بگه و تصمیم میگیره که این پسر رو خوشگل مرتبش کنه، تمیزش کنه، لباس بپوشونه بهش و یه عکس ایستاده در حالی که مثلا نشسته ازش بگیره تا مگر کمک کنه به ذهن عمومی، تا اذهان عمومی شاید بتونن بفهمن این پسر بچه تو زندگی چطوری میتونسته باشه تا مگر بتونن شناساییش کنن. علاوه بر پلیس، صحنه جرم بارها توسط 270 سرباز تازه فارغ التحصیل شده آکادمی پلیس بررسی میشه و تو این بررسی‌ها سری سرنخ پیدا میکنن، مثل کلاه مخمل آبی یه مرد، روسری کودک و دستمال سفید یه مرد که گوشش حرف جی داشت. از این دستمال مال کتا قبلا خانم‌ها گریه میکردن، مردم میدادن بهشون، از اونا که حرف کنارش جی بود. ولی خب همه سرنخ‌ها هیچی، یعنی به هیچ جایی نمیرسه. تو همه این 65 سالی که میگم این پسر قرار ناشناس بمونه، این پسر 3 بار نبش قبر میشه به واسطه اینکه هر سال مردم فکر میکردن، یعنی اداره پلیس فکر میکرده الان علاوه تکنولوژی خیلی خفنه و این پسر رو 3 بار نبش قبرش کردن. اولین باری که این پسر نبش قبر میشه سال 1998 بوده که برای گرفتن تست دی ان ای از دندونش نبش قبر میشه، ولی خب نتیجه حاصل نمیشه. یه بار دیگه تو 21 مارچ 2016 که این دفعه وقتی جسد رو نبش قبر میکنن، نمیدونم چه پلنی داشتن، ولی پلنش ما خبر نداریم، ولی تنها چیزی که میدونیم اینه که با استفاده از استخوان‌بندی فیس این پسر بچه یه تصویر و عکسی که تو سال 1957 ازش گرفته شده بوده از جسدش، یه عکس رو بازسازی میکنن به امید اینکه شاید مردم دیده بوده باشنش اونو. و بعد از اینکه این عکس جدید و پلیس میسازه، میذاره تو دیتابیس پلیس تا مگر یک روز یکی بتونه شناسایی کنه این بچه رو. و بار سوم سال 2019 برای گرفتن نمونه‌های بیشتر دی ان ای نبش قبر میشه، ولی خب بازم خبری نمیشه. 30 نوامبر 2022 اداره پلیس فیلادلفیا تصمیم میگیره با استفاده از تکنولوژی دی ان ای، بالاخره تکنولوژی دی ان ای هر سال بهتر از سال قبلش میشه و به هر حال 2022 بهتر از 2016 بوده که نبش قبرش کردن و هیچ کیچی، و تصمیم میگیرن این دفعه با استفاده از همون دی ان ای و شجره‌نامه ژنتیکی و کارآگاه‌های خبره و علاقه‌مند به این پرونده هویت این پسر بچه رو شناسایی کنن که تو 8 دسامبر 2022 موفق میشن و این پسر شناسایی میشه. این پسر بچه اسمش جوزف آگستس زارلی بوده، پسری که تو 13 ژانویه 1953 به دنیا آمده بوده و پلیس اون موقع سن بدنیش رو با توجه به اینکه شناسنامه و هیچی از این پسر بچه نداشتن تقریبا درست حد زده بودن. پلیس اون سال تشخیص داده بود که بدنش 4-5 سالشه و خب الان میفهمیم که دقیقاً 4 سالش بوده این پسر بچه وقتی جسدش پیدا میشه. حالا شاید براتون سوال باشه که چجوری دی ان ای این پسر بچه پیدا شده و هویتش پیدا شده، چون تست دی ان ای همینجوری نیست. اگه اون فرد هیچ عقبه یا هیچ بچه‌ای نداشته باشه، در حیات باشه اون بچه، اصلا قابل شناسایی نیست دی ان ایش و هیچ وقت ممکنه، یعنی با توجه به تکنولوژی دی ان ای هم نمیشه مطمئن بود که یکی شناسایی بشه. حتما لازمه که یه بک‌گراند یا یک بعدی ازش زنده باشه تا این اتفاق بیفته. پلیس دی ان ای جوزف رو توی دیتابیس دی ان ای های وارد شده تو سایت GED Match وارد میکنه
و guess what؟ DNA جوزف با یکی که احتمال میدن تایپ ژنتیکیش کازنشه، یعنی یا دخترمه یا پسرمو یا دختر خاله پسر خاله، میدونی که خارجی به همینه میگن کازن، با یک کازن مچ میشه و پلیس خیلی خوشحال میشه. یعنی بعد از سالها گمنامی یکی از خانواده‌هاش، یکی از کازن‌های جوزف تصمیم میگیره دی ان ای خودش رو وارد سیستم GED مچ ژنتیکی سیستم دی ان ای بکنه و کمک به یه جورایی حل شدن این پرونده میکنه. و اینجوری بعد از اینکه این دی ان ای کازن جوزف رو بررسی میکنن، بیشتر به جوزف پی میبرن و همینطور میتونن پدر مادر جوزف رو شناسایی کنن و برای جوزف یه birth certificate یا گواهی تولد صادر میکنن که خیلی خوبه. پدر جوزف جان آگستس زارلی بوده و مادرش مری الیزابت پلانکت بوده. حالا این پسر بچه شناسایی شد، ولی خب قاتل یا قاتلینش هنوز شناسایی نشدن. وقتی جوزف شناسایی میشه، خیلی از منابع خبری و حتی دولتی این تئوری رو میدن که جوزف پسر یک خانواده پرنفوذ و قدرتمند دلیور کانتی بوده، شهرستان دلیور، و یه جوری خواستن از دست این پسر بچه خلاص بشن somehow بدون اینکه به دردسر بیفتن. و یه سری تئوری راجع به این پرونده هست. میگم تئوری چون علاوه تکنیکی هیچ وقت پلیس نتونست کاری کنه راجبشون و لازمه که با هم بررسیشون کنیم. قبل از سال 2022، قبل از اینکه جوزف به صورت کامل بخواد خودش و پدر مادرش شناسایی بشه، یه سری نظریه ها و تئوری ها چه به واسطه پلیس چه از طرف آماتورا و مردم عادی نظریه مختلفی دادن. تئوری اول تئوری فاستر هومه یا یتیم خونه. یک کارمند پزشکی قانونی که اسمش رمینگتون بریستو بوده که قبل از مرگش تو سال 1993 خیلی پیگیر پرونده جوزف بوده، ولی خب بنده خدا بیامرز شد و نفهمید که جوزف شناسایی شد. رمینگتون تو سال 1960 از یه سایکیک، بچه سایکیک رو من خیلی کلمش رو دنبال کردم و تا حالا نشیده بودم این کلمه رو حقیقتا، و اولش فکر میکردم که یک به روانشناس میگن، ولی خب دیدم که نه، اصلا شبیه اون کلمه نیست. و وقتی بیشتر، حالا امیدوارم که درست باشه، سایکیک به معنی فالگیر یا پیشگو یه همچین چیزیه. رمینگتون سال 1960 از یه فالگیر حالا یا پیشگو کمک میگیره و از این پیشگو میخواد که نزدیکترین خونه به جسد، یعنی جایی که جوزف پیدا شده بود و پیدا کنه، و این فالگیر همین کار میکنه یا پیشگو، نمیدونم، یه خونه تو 2.5 کیلومتری از جایی که دقیقاً جسد جوزف قرار گرفته بود پیدا میکنه که یه فاستر هوم بوده یا یتیم خونه بوده. رمینگتون چند وقت بعدش توی یه حراج املاک که توی اون محل برگزار می شده و مراسمش توی این خونه، توی این یتیم خونه بوده، رمینگتون هم میره توی این مراسم حراج املاک شرکت میکنه و وقتی اونجا میرسه یه سری چیزای جالبی میبینه که میشه گفت سرنخه یه جورایی و جالبن. اونجا یه گهواره از برند جی.سی. پنی میبینه، همون گهواره‌ای که جوزف جسدش تو جعبه این گهواره بود و جسدش تو اون پیدا میشه. و روی بند درختی که توی اون فاستر هوم بوده یه پتو عین اونی که جوزف توش پیچیده شده بوده پیدا میکنه. یعنی رمینگتون اونجا پشماش میریزه و اونجا رمینگتون اینجوری یه تئوری هایی به ذهنش میرسه، این که جوزف بچه نامشروع دختر خانواده کسی بوده که این یتیم خونه رو مدیریت میکرده و برای اینکه لو نره دختر ازدواج نکرده و مجردشون بچه دار شده، تصمیم میگیرن که به زندگی این بچه خاتمه بدن و یه جورایی سر به نیستش کنن.
رمینگتون این تئوریایی که به ذهن خودش رسیده بوده رو با پلیس میره و همه چیزایی که دیده بوده و تئوریایی که به ذهنش رسیده رو با پلیس به اشتراک میذاره و پلیس هم میگن good job man و میرن که تحقیقات خودشون رو راجع به این یتیم خونه شروع کنن. و یه چیز عجیبی که اینجا هست اینه که رمینگتون یه تئوری به ذهنش رسیده، ولی وقتی پلیسا میرن اونجا تقریبا یه فیلم ترکی اونجا اتفاق میفته و اونم اینه که اون مردی که این یتیم خونه رو اداره میکرده، صاحب اونجا بوده، یک دختر داشته که اول فکر میکنن دختر خودشه، ولی وقتی از دختر میپرسن اون مرد پدرخوندش بوده و این پدرخونده با اون دختر ازدواج کرده بوده. خیلی فیلم ترکی شد. یعنی احتمال این که بچه نامشروع یا همون حرومزاده خودمونه دیگه باشه دور از ذهن نیست. ولی خب somehow این تحقیقات و تئوری‌های رمینگتون بنده خدا به جایی نمیرسه. دومین تئوری ما در مورد شخص امه یا زنی به نام مارتا. این زن که اسمش مارتا بوده مادر خودش رو برای کشتن جوزف متهم میکنه. حالا چجوری بوده؟ میگه که پدر و مادرش تو تابستون سال 1954، یعنی اون سال جوزف اگه تئوریش درست باشه اون سال جوزف فقط 1 سالش بوده، پسری به اسم جاناتان رو از پدر و مادر واقعی اون پسر بچه میخرن و پدر و مادر مارتا انقدر این پسر رو تا سر حد مرگ میزنن که در نهایت میمیره. پدر و مادر مارتا اونو میذارن توی یه جعبه و سر به نیستش میکنن اون جعبه رو و ظاهرا مارتا همین قضایا رو دیده با چشم خودش. ولی خب بعد از اینکه میفهمن مارتا مشکلات منتال ایلنس یا روانی داره، تئوریاش رو ذره جدی نمیگیرن. همچنین همسایه های مارتا میگن که این تایملاینی که مارتا داره برای خودش میبافه اصلا همچین پسر بچه‌ای تو خونه‌شون نبوده و صرفا داره یاوه میگویه و قشنگ کلمه ridiculous رو برای مارتا استفاده کردن. ولی خب این که ببین مثلا یکی تو خونه حبس بوده باشه چجوری ممکنه که یکی دیده باشتش؟ میدونی چی میگم؟ یعنی احتمال اینکه مارتا درست گفته بوده باشه هم هست. حالا میریم میریم سوال بعد. آره بچه‌ها بنویسین. آله وای. میریم سراغ تئوری بعد، تئوری دختر بودن جوزف. سال 2008 فرانک بندر که یه فارنسیک آرتیست بوده، اکسترا لهجه، اون کامنت ویدیو قبلا خیلی دوست داشتم، لهجه اضافه. من واقعا اکسترا لهجه دارم. حالا فرانک بندر یه فورنسیک آرتیست بوده. فورنسیک آرتیستا هنرمندهای پزشکی قانونی هن اگه بخوایم فارسی رو بگیم و با توجه به استخوان‌بندی و مدل جمجمه انسان میتونن فیس اون رو طراحی کنن. به نظرم خیلی شغل کول و باحالیه و فرانک بندر هم میاد در مورد جوزف این کارو میکنه، ولی خب نمیدونم مثلا چرا، ولی خب به یه تئوری کاملا جدا ازش میرسه، اینکه جوزف پسر بوده، یعنی انکارش نمیکنه، ولی داشته به عنوان یک دختر بزرگش میکردن. اون میگه که موهاش اصلا مدل خواب پسرانه نداشته، یعنی هیچ وقت هیرکات پسرانه براش نمیشده و موهاش خیلی unprofessional و غیر حرفه‌ای کوتاه شده بودن و همچنین ابروهاش رو هم استایل کرده بودن جوری که مال دخترای اون زمان میکردن و این تئوری رو یه جورایی میشه، نمیدونم، با توجه به اینکه یه سری گوله مو چسبیده بود به بدن جوزف زمانی که جسدش پیدا میشه، ولی خب نمیدونم. یه تئوری دیگه هم هست، یعنی البته این تئوری نیست، یه عمل نافرجامه در واقع. تو سال 2016 2 تا نویسنده به اسم جیم هافمن و لوئیس رومانو یه مرد فیلادلفیایی رو از ممفیس
ممفیس تنسی برمیدارن میارن و میگن که تو پتانسیل این که فامیل جوزف باشی رو واقعا داری و برو یه تست دی ان ای بده به نظرم. و این مرد هم میره تست دی ان ای میده و جوابش 1 سال بعد میاد، تو سال 2017 تو دسامبر سال 2017 میاد و مشخص میشه که دی ان ای این مرد هیچ ربطی به جوزف نداره. میگم تئوری نبود، این یه عمل نافرجام بود که 2 نویسنده تصمیم گرفته بودن انجام بدن. جوزف آگوست زارلی اول تو مزرعه پاترزفیلد دفن میشه و بعد از اولین نبش قبرش که گفتم تو سال 1998 این بار تو قبرستون آیوی هیل تو فیلادلفیا با سنگ قبری با اسم America's Unknown Child دفن میشه. ولی بعد از اینکه هویت این پسر بچه شناسایی میشه و تقریبا کل آمریکا متوجه میشن که این پسر بچه‌ای که 65 سال ناشناس مونده بوده شناسایی شده، تو تولد 70 سالگی جوزف 13 ژانویه 2023 میرن سنگ قبرش رو با یه سنگ قبری که تاریخ تولد، تاریخ فوت و اسم پدر و مادرش و اسم خودش رو روی اون سنگ قبر نوشته بوده میذارن، جابجا میکنن با اون America's Unknown Child و کلی عروسک و گل و شیرینی و اینجور چیزا میارن سر مزارش تا یادش رو زنده کنن. ولی خب میرسیم به بخش پلیس ماجرا. پلیس هنوز ول نکرده، یعنی کارش هم درسته و هنوز خیالش راحت نیست در مورد پرونده جوزف. و تو دسامبر 2022 کمیسر پلیس فیلادلفیا به اسم دانیل اوتلا میگه که این پرونده جوزف هنوز بازه و تحقیقات در موردش فعاله و هر کسی هر زمانی هر چیزی میدونه و فهمید بیاد به ما بگه، چون پدر مادر بیولوژیکی جوزف مردن و در قید حیات نیستن تا در مورد این قضیه چیزی بگن. ولی خب قطعاً جوزف خواهر برادر تنی یا ناتنی داشته و ممکنه راجع به این قضیه چیزی بدونن و با پلیس میتونن به اشتراک بذارن و هر کسی هرچی میدونه بیاد به پلیس بگه. و تو همین کنفرانس خبری که پلیس گذاشته بود، پلیس به خونه‌ای که جوزف توش بزرگ شده بود به مدت 4 سال اشاره میکنه. این خونه تو خیابون 61 مارکت استریت بوده و کاپیتان جیسون سمیت رئیس بخش قتل اداره پلیس فیلادلفیا میگه که من نمیدونم همسایه‌های اونجا چی دیدن یا ندیدن، اما تنها چیزی که میدونم اینه که مطمئنم تو اون 4 سال حداقل 1 بار یکی این بچه رو دیده. ولی خب هیچ کس توی همه این سالها پا پیش نذاشته و چیزی بگه، انگار که این پسر بچه 4 سال عمرشو در حالی گذرونده که هیچکی ندیدتش و نمیشناختتش. خیلی غمگینه. این پرونده منو خیلی ناراحت کرد، ولی خب نداره. به هر حال هویتش که شناسایی شده، ولی خب قاتلینش هنوز شناسایی نشدن و پرونده همچنان باز محسوب میشه. نمیدونم، این پرونده خیلی ناراحتم کرد وقتی داشتم مینوشتمش، چون اسکم خیلی اینکه بچه به قتل برسه خودش غمگینه. اینکه یه پسر بچه 65 سال کسی ندونه کی بوده، چرا کشته شده، چه جوری کشته شده، این خودش غمگین ترین بخش ماجراست که واقعا قلبم رو به درد آورد. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودید. امیدوارم که از این پرونده خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و نظرتون رو راجع به این پرونده برام کامنت کنین. تا ویدیو بعدی. Yes.